پیاده ببینم باعث میشه که یه ذره فعالیت کنین، کالری بسوزونین، از اینکه بدون تحرک باشید باز بهتره. اگه مثلا وقت نداری ورزش کنی، پیاده روی ببینی، حتی بدونی میتونی این روش‌ها رو استفاده کنی، از آسانسور استفاده نکنی، جای نزدیکی تو بدون ماشین بری، یا حتی اگه مثلا با ماشین نمیخوای بری ماشین تو دورتر پارک کنی، برگشت پیاده بری. سردمه شاید من کلا یه چیزی روش بگیم سردمه نشه بگم یه ذره بدویم شاید بهتر گرمه باشه برم بدوم. من بهتون پیشنهاد میکنم که شما بریم بدوید، راه بریم، پیاده روی کنین، کالری بسوزونین، دستم مادر رو جلوی دور میگین. پیش میاد دیگه، این اشتباه هم پیش میاد. باشه من برم به ادامه دویدنم برسم. دوستتون دارم. اینقدر رو رفتم و دویدم رسیدم کنار اتوبان ولی خیلی بهم کیف داد. هوا وقتی دویدم خیلی خوب شد، نه گرم شد الان من، نه سرد، یعنی حال میدهش بشه میگه دویی. بچه بهتون پیشنهاد میکنم صبح برین، هر موقع تو روز، نه فقط صبح، هر موقع تو روز که دوست دارین برین بدوین، راه برین، نفس بکشین، صدای پرنده ها رو گوش بدین، بزن انرژی آدم میره بالا. خیلی رو رفتم، خیلی دویدم، حرارت داره 5 میزنه بیرون. ترجیح دادم با آسانسور برم بالا، نتونستم، پاهام یاری نکرد و پله رسیدم. خواستم یه همیشه بزنم پیداش نمی کنم. این بار با ماشین باید برم دنبال بچه ها. خواستم پیاده روی مستقیم مهد کودکشون باشون پیاده برگردم، چیز تاریک میشه. بعد دیدم که نیلا امروز اردو رفته دادن جنگل. بعد دیگه گفتم شاید خسته باشه بچه اومده دیگه، اومدم و گفتم که برم خونه مدیتیشنی هم بکنم. مدیتیشن هم رو کردم و بعد نمیتونم بذارم اینجا، دستم رو تو ببینم اشکال نداره، اتفاق پیش میاد اینجا بذارم. بعد مدیتیشن کردم و خواستم دوش بگیرم، دیدم هوا سرده مریض میشم. تصمیمم به این بود که بیام خونه مدیتیشن کنم و بعد برم دنبال بچه ها، چون امروز آسفلوگی بود، اردو بود.
بچه ببخشیم جای گوشیمم خیلی بد شد. زودتر تعطیل میشه. بعد برمیگردم خونه و یه دوش و نهارم عدس پلو درست کنم و بعد بریم برای یه بعد از ظهر. خیلی جای دور بینم. بعد من باهاتون خدافظی میکنم. گوشی رو بد جایی گذاشتم. بعداً دوباره میبینمتون. من رسیدم. یه ذره هنوز زمان دارم. هنوز نرسیده لیلا مهد کودک. گفتم تا من هنوز وقت دارم یه ذره با هم دیگه حرف بزنیم، از این ور اون ور بگیم. بچه ها اینجا اول میه، هوا خیلی سرده. همه دارن استوری میذارن. اونه که ایران های جاهای دیگه هن همشون استوری میذارن که سامریز کالینگ. به من اینجوری که ما هنوز هودی و پافر و سویشرت و اینا میپوشیم. این عادلانه است؟ به نظر من که اصلا عادلانه نیست. من تابستون میخوام. دلم خود برم استخ. بکنم امسال تابستون خبری نیست. البته هفته پیش خیلی گرم بود. هفته پیش اینجوری بود که دیگه همه لخت اومده بودن تو بیرون، ولی دوباره سرد شد. ولی فکر کنم که دوباره آخر هفته یه ذره هوا خوب شه. باور میکنی الان این مربی مهد کودک میتونم فیلم بگیرم ازش نشون بدم. کولا و شال گردن و کاپشن کلوفت پوشید تو حیات هم بچه های روی پارکینگ حیات بچه ها بیرون دارن بازی میکنن. جالبیم نه؟ کشور جالبی زندگی میکنیم. چکاپ ساده است دیگه. زود کارمو کردم اومدم. الان منتظرم تا نوبتم بشه. حوصله‌ام سر رفته. من همچنان همون نرفتم، دوش نگرفتم. خیلی حالم بده. برم یه دوش بگیرم بعد از اون همه دویدنی که کردم. بعد اینا رو دیدین چه بامزه‌ن، شبیه اژدهایی میمونن که تو آب زندگی میکنن. خیلی جالب و جذابن. تو سرشون الان اونوریه. این موجودایی هن که دست و پا هم دارن. به نظرم خیلی بامزه‌ن. اگه کسی اسمشون رو میدونه برام تو کامنت ها بنویسه. تونستم بالاخره خودم به همون برسونم. یه چیز خوبیه بعد یه روز پرجنب و جوش. بعد اون همه دویدم بالاخره یه دوش گرفتم. حالا بریم بقیه کارمون برسیم. گفتم که یه چیزی میخوام درست کنم، شمارم با خودم بیارم.
میخوام هویج تخمیری درست کنم. مزه ترشی میده. من با کلمش رو درست کردم خیلی خوشمزه شده بود. ولی دیگه توش سرکه و اینا نداره. میذاره تخمیر میشه و ترش میشه. رو بیوتیکه، کلاژن ساز، پر ویتامین سیه. بچه حتما اینو درست کنین. خیلی خوشمزه است با غذا. من رفتم هویجم قبلش خریده بودم. یه هفتم زمان میبره. یه بار یه کلمه انداختم بعد حواسم نبود. رفتم مسافرت یه هفته نبودم. اومدم دیدم همش کپک زده. انقدر دلم سوخت همه‌شو مجبور شدم که بریزم دور. به منم واقعا خیلی بدم میاد که مثلا غذا بریزم دور، نون بندازم دور، اینجوری ترشی درست کنم بندازم دور. اصلا دلم میسوزه واقعا. یه ذره جای گوشیم بده. شما این پایین رو نمیبینید. جای گوشی عوض میکنم. جایی نریدا. میخوایم با هم دیگه تخمیری درست کنیم. برمیگردم. اینجوری بهتره. خودم شاید نصفه ببینیم ولی اوکی. ما به تا احتیاج داریم. یکیش از ایناست که رنده میکنه. چی میگن؟ ریش میکنه، دراز میکنه. یکیش پوست کن. اول پوستاشون رو بکنیم. تا دیگه بیشتر نمونده. خیلی زیاد بود. اونه که فکرشو میکنم میبینم خیلی خستم. شاید نصف بلش کنم بقیهش باشه واسه فردا. خسته شدم. فکر کردم که انرژی دارم، حوصله دارم، ولی میبینم که نه. با اینو چه بامزه است. خنده داره. این هم دونه آخر. دونه آخرم پوستشو بکنیم. و تمام. اینو چرا انداختم دور؟ این لایه آشغالا چیزی نباشه. یه دونه کوچولوی این بود. اینم میبریم. سر و تهشون رو با چاقو بزنم. این سر و تهشون یه ذره بده. من یه آبکش هم بیارم. اینا رو بریزم تو آبکش که سر و تهشون هم میبرم. بعد احتمالاً بشورمشون یا رنده‌شون هم بکنم. تو دلی موندم. مثلا نباید شروع میکردم الان. چه کاریه؟ بعد این همه خستگی اومدی واسه من ترشی درست کنی؟ حالا یه دقیقه رفتی همون اومدی جوگیر شدی؟ برو بشین فیلم تو ببین. آره میرم میشنم فیلم ببینم. خسته شدم. غلط کردم. اینجا یه دکمه نداره؟ دکمه غلط کردن رو بزنم؟ مبحث بعدی ترشیمون میمونه برای پارت بعدی. چون واقعا حوصله‌شو ندارم. الکی شروع کردم. فردا صبح پا میشیم ترشی درست میکنیم با هم. تخمیری. یه تخمیری درست کنم. امیدوارم که خراب نشه، کپک نزنه. امیدوارم. خیلی خوشمزه است. درست کنید. کلاژن ساز موسمو کلا سیستم ایمنی بدن پروبیوتیک. و دونه آخر. خب اینا رو بریم بینیم دور. اینا رو میشوریم و
میذاریم برای فردا با هم دیگه درست میکنیم. من الان میرم یه ذره استراحت میکنم، میشنم فیلممو میبینم.